قبول دارید که ما یه سری تاسیسات مخفی از آژانس داشتیم؟ ندانستن در سیستم کنترل نظارت آمریکا برای منی که نظامی کارم الان 12 سال عمرم روش رفته، من از جوک خنده دارم. همین الان داره میگه 15 سال پیش من دریچه رو تگ کردم، ولی روزی که اومدن سراغ فوردو و داشتن میگه گفته بودن ما تازه کشفش کردیم. ببینید شما یه سیستمی بالای سرتون داریم به نام آی استار. خب این خلاصه یک چیزه، اینتلیجنس سرویلنس ریکانسس و تارگتینگ. این سیستم 24 ساعت 7 روز هفته با ماهواره راداری، ماهواره سار به علاوه ماهواره اپتیکی داره کل محدوده رو چک میکنه. سیستمایی داره به نام سیگین تو الینک، سیگنال اینتلیجنس و الکترونیک اینتلیجنس. کل سیگنال ها از بازه 3 گیگاهرتز اگه اشتباه 3 مگاهرتز که گوشی شما رو شامل میشه تا 18 گیگاهرتز که تمام پدافنداتونه داره تو برد 2000 کیلومتر شنود میشه. همین الان تو همین هفته یگان سیگین فرانسه اومده اردن زمینی ما رو شنود کنه. ببینید با این سیستم این که بگه نمیدانم باز میرسن به اون حرف، همان سلاح کشتار جمعی است که در عراق پیدا نشد.